بار حقیقی میزنم و توی دروازه رضا حقیقی توپش در میانی راه تغییر مسیر داد. درود به شما عزیزان، دیجی حمید خارجی هستم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن این پادکست زیبا. این میکس رو تقدیم میکنیم با آقای رضا حقیقی، بازیکن خوب پرسپولیس و تیم ملی، از طرف همسر عزیزشون ستاره فرهانی. و رضا جان تولدت رو بهت از طرف همه پرسپولیسیا تبریک میگم و امیدوارم که امسال بهترین سال برای تو باشه. تولدت مبارک. هپی برثدی. قصه از کجا شروع شد؟ از گل و باغ و جوونه، از صدای مهربون و یه سلام عاشقونه. اومدم به مهربونی که بگم با تو یه رنگم، تا بگم چه نازنینی، یه شکوفه قشنگ. سلام عاشقونه ای عزیز آشیونه، عشقمون کاشکی همینجوری بمونه. وقتی جای خنده غم میشینه روی لبام، بشینه یه نوازشم خسته از خستگیام. وقتی که دستای من گرمی دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی همامو خواب کنی.